کتاب وحشت، عشق و شستشوی مغزی کتابیه که با استفاده از علم روانشناسی به بررسی حکومت‌های توتالیتر میپردازه. اینکه چطور میشه که آدم‌ها برده یک نظام ایدئولوژیک میشن و تبدیل به پیروان حلقه به گوش رهبری مقتدر که در نهایت میتونن دیگران و حتی خودشون رو قربانی خواست و اراده اون رهبر کنن. الکساندر استاین، روانشناس اجتماعی برجسته و محقق پیشگام در زمینه توتالیتاریسم، نتیجه 25 سال تحقیق و پژوهش خودش رو توی این کتاب آورده و نکته جالب اینجاست که خود این آدم قربانی همچین سیستمیه. کسی که ازش برای سرپوش گذاشتن روی یک قتل استفاده شد. قتلی که رهبر گروهی که عضوش بود مرتکبش شده بود. الان این آدم میگه من احساس مسئولیت میکنم نسبت به آدم‌هایی که قربانی نظام‌ها و سیستم‌ها و فرقه‌هایی میشن که توی اون رهبری اقتدارگرا کنترل عقل و احساسات آدم‌ها رو به دست میگیره. استاین میگه ما به پیروان حکومت‌های اقتدارگرا مثل نظام‌های توتالیتر نگاه میکنیم و فکر میکنیم این آدم‌ها آدم‌هایی با ویژگی‌های خاصن که میتونن به این درجه از بیفکری و تهی شدن برسن، تا جایی که میتونن برای خوشامد و میل یک رهبر یا اعتقاد به یک باور مذهبی دست به کارهای وحشتناکی مثل کودک کشی بزنن. اما ماجرا اینه که این آدم‌ها هم شبیه به من و شما. این آدم‌ها هم آدم‌هایی بودن که روزی سرشون گرم زندگی معمولی خودشون بود و امروز به اینجا رسیدن. نویسنده میگه حالا من وظیفه خودم میدونم که با انتشار این کتاب به عنوان کسی که خودش روزی قربانی چنین سیستمی بود آدم‌ها رو آگاه کنم، که بیدارشون کنم نسبت به اینکه روزی چقدر ساده میتونن وارد این مسیر بشن و یه روزی به خودشون بیان و بفهمن که هیچ راه برگشتی ندارن. چون به نظر میرسه برای به بردگی گرفتن آدم‌ها و تبدیلشون به آدم‌های خالی از عقل و منیت فرمولی وجود داره. فرمولی که سیستم‌ها و رهبران اقتدارگرا به خوبی میشناسنش و ازش برای به بردگی گرفتن آدم‌ها استفاده میکنن. ترکیبی از عشق و وحشت. استاین با استفاده از نظریه دلبستگی در روانشناسی میاد این فرمول رو بهمون آموزش میده و باعث میشه که نسبت به این موضوع هوشیار باشیم. چون توی حکومت‌های تمامیت خواه به گفته هانا آرنت این تروریسمه که به قدرت دولتی دست پیدا کرده. توی چنین حکومت‌های ساختارهای اجتماعی تمامیت خواهانه و نظام‌های اعتقادی که به نمایش گذاشته میشن عمیقاً وارد زندگی آدم‌ها میشن. اونا به خصوصی ترین و حساس ترین بخش های زندگی ما هم نفوذ میکنن. به قلبمون، به جایی که به دنبال دلبستگی و صمیمیت با دیگرانه، و به مغزمون، جایی که برای بقا بهمون کمک میکنه. نظام‌های توتالیتر تفکر را از ادراک حسی و عواطف انسانی ما جدا میکنن و پیروان خودشون رو تبدیل به آدم‌های درمونده‌ای میکنن که قدرت تشخیص درست و غلط رو ندارن. توی این کتاب از نظام‌های توتالیتر به رهبری هیتلر و استالین تا فرقه‌ها و گروه‌های مختلف اعتقادی و مذهبی که توشون قتل، تجاوز، کودک‌کشی و جنایت اتفاق افتاده حرف زده میشه. جالبتر از همه اینها که نگاهی به گروه مجاهدین خلق میندازه، به عنوان گروهی که از این طریق پیروان خودش رو کنترل میکرد. و خب به نظرم همین ماجرا هم خوندن این کتاب رو برامون جالبتر میکنه. هرچند که به نظرم ما نه تنها که خودمون به خوندن این کتاب نیاز داریم، بلکه نیازه که اون رو به دوستان و عزیزان و اطرافیانمون هم معرفی کنیم تا در ترویج این آگاهی نقش داشته باشیم. کتاب رو نشر سایلاو منتشر کرده با ترجمه اهدیه عبادی. چاپ نشر ترجمه امتیاز عالی رو میگیره. نشر سایلاو هم که حرفه‌ای ترین نشر در مطالعات میان رشته‌ایه، خوندن همه کتاب‌هاش رو بهتون پیشنهاد میدم. کتاب در گودریدز امتیاز 4.1 رو گرفته. امتیاز بالا و خوبیه. امتیازی که خودم به این کتاب میدم توی ژانر و موضوع خودش امتیاز 8/10. کتابیه که خیلی میشه ازش یاد گرفت. حتی اگه فقط به اون بخش روانشناسیش توجه کنی. یکی از مهمترین ویژگی‌های این کتاب اینه که به نظرم یه جورایی به زبان ساده شده یه کتاب توتالیتاریسم هانا آرنته. میدونم که خیلی ها به خاطر سخت بودن این کتاب شانس خوندنش رو از دست دادن. اگه دوست داشتید که اون کتاب رو بخونید ولی به دلیل سخت بودن نرفتید سراغش، حتما برید سراغ این کتاب. با خیال راحت برید سراغ این کتاب. چون با خوندن این کتاب انگار یه جورایی دارید تفسیر ساده کتاب توتالیتاریسم رو با کلی مثال و تجربه عامیانه مطالعه میکنید و البته که درکش میکنید. و در نهایت تاکید میکنم که این کتاب بسیار مهمیه. همه ما به خوندنش نیاز داریم. پس حتما برید سراغش. استاین، روانشناس
توتالیتر تفکر رو از ادراک حسی و عواطف عواطف. همه اینها این که نگاهی به گروه مجاهدین خلق میشنه. همه اینها که نگاهی به گروه مجاهدین خلق میشناسه. میدونم که خیلی ها به خاطر سخت بودن این کتاب شانس خوندنش رو از دست دادن. همین موضوع هم خوندن این کتاب رو برامون انگار یه جورایی داری تفسیر ساده کتاب توتالیتاریسم رو چون یه جورایی با خوندن این کتاب انگار داری تفسیر ساده کتاب توتالیتاریسم رو با کلی مثال و تجربه عامیانه